از 70مین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد در افغانستان در حال تجلیل به عمل می آید که این کشور هنوز هم در برخی موارد نیاز مبرم به حمایت این سازمان دارد. بر اساس گزارش ها از حضور این سازمان در افغانستان بیشتر از 60 سال می گذرد و در بخش های مختلف کمک های بنیادی را انجام داده است. نیکولاس هایسم، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در نشستی که به مناسبت تجلیل از این روز برگزار شده بود، بر ادامه همکاری هایشان با افغانستان تاکید کرد. The United Nations has been in Afghanistan for over 60 years. وی میگوید بیشتر از 60 سال می شود که سازمان ملل متحد در افغانستان حضور دارد و در این سالها دستاوردهای توانمند و پر افتخار داشته و می خواهم تایید نمایم که سازمان ملل متحد تا زمانی که آرزوهای مردمی کشور برآورده شود که آن هم ثبات و خوشحالی از باقی خواهد ماند. As it will take for Afghans to accomplish their aspirations, which is a stable and prosperous Afghanistan. این سازمان در سال 1945 میلادی تأسیس گردید که به شمول افغانستان در آن زمان 51 عضو داشت و در بخش‌های حفاظت از حقوق بشر، حقوق زن، میراث‌های فرهنگی، تعلیم، بسیج ساختن جوانان و مایندپاکی کار می‌کند. بعد از سال 2011 میلادی به استثناء از 3 کشور دیگر همه ممالک جهان عضویت این سازمان را پذیرفتند. افغانستان که از ابتدا عضویت این سازمان را پذیرفته، از حمایت آن در بخش‌های مختلف از همان سال به این سو مستفید می‌گردد. سازمان ملل متحد 70مین سال تأسیسش را در افغانستان با راه اندازی یک نمایشگاه که نمایانگر فعالیت‌های این سازمان در این کشور است تجلیل کرد. محمد صدیق راشد، رئیس اداره مایندپاکی این سازمان در افغانستان، از فعالیت‌هایشان در این کشور یادآوری کردم میگوید که کارکردهای این سازمان در افغانستان قابل ستایش است. ملګری ملتونو په افغانستان کې د مایندپاکی په حصہ کې ډیر کار کړی دی. نو غواړو چې نن ورځ کې موږ دا وښیو د خپل هیوادوالو ته چې په افغانستان کې ملګرو ملتونو د دغه ستونزې په حل کې ډیر کارونه کړی دي او دا دوی په دې ارزي چې د دوی قدردانی وشي او دوی نه مننه وکړي. در این حال شماری از افغان‌های مسلکی که در بخش‌های صحت طفل مادر، میراث‌های فرهنگی، تولید تخم اصلاح شده، جوانان عودت کننده، واکسین پولیو، حقوق زن، صحتیابی معتادین و حفاظت از پارک ملی فعالیت دارند، نیز از حمایت این سازمان استقبال می‌کنند. آنان تاکید می‌ورزند که هنوز هم در این کشور به سازمان ملل متحد نیاز مبرم دیده می شود و لازم است تا این سازمان به همکاری‌هایش در بخش‌های مختلف ادامه دهد.